آیا می‌دانستید که مردم 12,000 سال پیش در دل کوه‌ها خانه‌هایی ساختند که هنوز هم پابرجا هستند؟ ویدیو را لایک و تا انتها تماشا کنید تا با این راز شگفت‌انگیز آشنا شوید. روستای میمند در استان کرمان یکی از کهن‌ترین سکونتگاه جهان است که قدمتی بیش از 12,000 سال دارد. این روستا به ویژه به خاطر خانه‌های صخره‌ای و خاص شناخته می‌شود. مردم میمند از دیرباز تا کنون در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که در دل کوه‌ها تراشیده شده‌اند. این خانه‌ها بدون استفاده از هیچ گونه مصالح ساختمانی ساخته شده و به طور طبیعی در تابستان خنک و در زمستان گرم هستند. به دلیل معماری شگفت‌انگیز، شیوه زندگی سنتی مستمر و تطبیق هوشمندانه با محیط طبیعی، روستای میمند در سال 1394 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. میمند هنوز هم به عنوان یک روستای زنده باقی مانده است. مردم آن به دامداری و کشاورزی مشغولند و همچنان سنت‌های باستانی خود را حفظ کردند. زبان و گویش مردم این منطقه بسیار قدیمی است و آیین‌هایی همچون جشن آتش هنوز در این روستا برگزار می‌شود. نظر شما درباره این روستا چیست؟